پلیسی که توی فرودگاه ما رو گرفت البته اتفاقا دارم میخورم و همسونم داره همزمان میاد پایین. اصلا تاریخی رو ندید در اون جهان خیابون اصلی آمریکا یا مادر جاده ها شناخته میشه. خب ما دیگه از فرودگاه داریم خارج میشیم. کسی نیومد آقا دنبال ما رو یکی گردن بگیره. آره پلیس رفت کلی سوال از ما پرسید، حالا مفصل توضیح میدیم. سوار اتوبوس شدیم برسیم به ایستگاه مترو. خیلی ما اومدیم خیلی بزرگ داریم سوار مترو شیم بریم مرکز شهر. فکر کنم اومد. متروهای همکارمون در لس آنجلس از فرودگاه یه دونه از این شاتل بوسا داشتن، ما رو آوردن تا مترو مجانی. پلیسی که توی فرودگاه ما رو گرفت البته ما رو گرفت که نه صحبت کرد بامون به همون گفتش که سوار نشین مترو ولی آره میگفت اوبر بگیرین، تاکسی بگیرین یا ماشین رنت کنین. حالا ولی من گوش نکردم. دوست داریم که ایشالله که خیره دل شهر ببینیم چه خبره. الان قرار مترو پی لاین رو بگیریم، بعد از اونجا بریم ای لاین رو بگیریم بریم به مرکز شهر. مترو گرفتیم اختصاصی مال خودمون. هیچ کس دو نفر دیگه اون ته نشستن ولی واقعا فقط فکر کنم ما 4 نفر کلا تو کله. آره ولی ایستگاهی که الان بخواد وایسه البته ما پیاده نمیشیم. ایستگاه استادیومه که پیاده شیم از الان تا یک شب بازی ایران و بلژیک بیایم. آره میتونیم اولین نفر بریم گرم کنیم تو زمین. واقعا ما خودمون بهتر بازی می‌کنیم. داریم میریم سمت هتل. این ربات هم چی داره دلیوری میکنه. من گنگستر بیم. جالب بود. آدم‌ها رو میدید وای میستن. مثلا این دکه‌های فلافلی داره. این هتل ماست فریهند. منطقه‌اش یک مقدار خوفناکه. بریم داخل ولی هتلش هتل باحالی باشه. خب بچه‌ها این اتاقی که ما گرفتیم از این راهروش فعلا. یه اتاق 4 نفره است. بریم ببینیم با کیا هم اتاقی. خب ما اتاق تحویل گرفتیم. سرویسشه کوچیکه. بعد 4 تا اتاق، 4 تا تخت. بعد اینجا هم یه نفر هست که الان نیست. حد زدیم از صندلاش که دختره. اینجا $650 شد و برای 4 شب. اصلا 77 یورو هم قبلا داریم. تقریبا $700. بچه اینجا روفتاپ جاییه که گرفتیم. پر از کاکتوسه و این ساختمونای زیبا. به فوتبال هم که پخش میکنن. فوتبال پاراگوئه و ترکیه است. بچه این خودروی ویمو یه شرکت مثلا مثل اوبره ولی با این تفاوت که هیچ راننده‌ای نداره. حالا ما توی سان فرانسیسکو میخوایم سوار شیم، تجربه اون رو حتما به اشتراک بذاریم. باید ترسناک هم باشه البته وقتی آدم داخلش میشینه. الان چراغ سبز میشه و میرم. رفت اول ماشینم رفت. هیچ کس نیست. تو بارون که رفتی Continue button if finished. 2743. Please select your payment. Processing. Swipe or insert cautions on pin pad. اینجا مالیات حساب نمی‌کنه. سلام از روز اول سفر. خیلی هوا باحاله. بچه‌ها اینجا رو واسه این بیل اینا چقدر خوشگله. خیلی عجیبه کلا. ندیده بودیم ما. یه اروپا آلمان که میدونم ممنوعه، تو اروپا هم فکر کنم ممنوعه. به دلایل نمیدونم بزرگه یا هر چیز دیگه ای. خلاصه جنگی خیلی باحاله. داریم میریم کجا؟ گرند مارک. آره یه بازارچه محلیه. ساعت 8 صبح باز میکنه. 2 دقیقه دیگه باز میکنه. بریم به عنوان اولین ورودی های بازار. آره. بازار افتتاح کنیم. اینجا یه دونه از این مونوریل بگم نمیدونم چی، حالا خلاصه اسمش انجلز فلایت داره. فکر کنم رایگانه. حالا بریم سوار شیم. باید باحال باشه. بعد دقیقاً روبروش این سمت خیابون، حالا الان میریم داخلش، حتی خیلی معلوم نیست، بازارچه محلی اصلی لس آنجلس. خب ما بریم سوار بشیم. بعد زده که بالا باید پولو پرداخت کنید $1.5. راننده‌ای هم نداره، فکر کنم کامل اتوماتیکه. ما داخلش اسخری چطوری اسخری؟ خیلی باحاله. چوبیه. همه خیلی قدیمیه. خیلی باحاله. بالا بشیم جلو. من همیشه دوستم جلو بشیم. ولی خب فکر کنم پایین بشینیم ویو بهتر بتونیم از این ور ببینیم.
این ور بگیریم دیگه. بریم بالا دیگه، پایین خبری نیست. بالا. برگشتن میشینیم پایین. نفهمیم چی گفت ولی فهمیم گفت فقط بشینیم دیگه. درش بسته شد. سرپا وای نست. احتمالا دارم میخورم و هم میخورم داره همزمان میاد پایین. بچه یه تصادف داریم. متاسفانه رد شد رفت و همش کنم پایین شید. فکر کنم این یکی دو بار دیگه بره دیگه از رده خارجش کنم. خیلی باحال بود، کوتاه بود ولی جالب. لطفا دیگه نفرستید. خب پس یه توضیحی بهمون میدی؟ یه دونه نقشه دستی که 1209 کشیده شده گذاشتن. اینجا خیلی جالبه. اینجا گذاشتن که میتونی فری یعنی مجانی برداری که داشته باشی. پشتش هم توضیح 1901 فکر کنم. آره این ساخته شده. کلا این قطار 1901 ساخته شده و قرار بوده که به عنوان کوتاه‌ترین خط راه آهن دنیا باشه. واقعا فکر کنم هست دیگه. آره اینجا مثلا توضیحات داره که چه سالی کی درستش کرده و داستان از چه قراره. اینم ویو بالاش. گردن آدم درد میگیره واقعا، چیزی که تو اروپا نیستش. خب ما یه نکته می‌خواستیم بگیم در مورد اینکه ما از نظر خودمون ساعت رسیدنمون خیلی خوب بود، به خاطر اینکه ما پروازمون از آلمان ساعت 11 صبح بود. ساعت 3 بعد از ظهر از لندن حرکت کردیم و دوباره 6 بعد از ظهر رسیدیم اینجا به خاطر حالا اختلاف زمانی که دارن. و ما از جمعه ساعت 7 صبح که خونه از خواب بیدار شدیم و رفتیم فرودگاه تا دیروز ساعت 6 غروب که رسیدیم. ولی اینجا یه تقریباً 20 ساعتی گذشت. آره ما اصلا شب نشد، همش روز بود، یعنی اصلا تاریکی رو ندیدیم. در اون جهت حرکت خورشید حرکت میکردیم، خورشید پشتش به ماست و واسه همین تقریبا 21-2 ساعت برای ما روز بود. خیلی جالب بود و از این نظر هم خیلی خوب بود که وقتی که رسیدیم اینجا چون غروب بود دیگه ما تا توی فرودگاه کارمون انجام شد و بعد اومدیم هتل رو تحویل گرفتیم و غذا خوردیم دیگه، بعدش خوابیدیم. یعنی شب بود و اونقدر این اختلاف ساعتیه روی تایم خواب ما و اینا تاثیر نذاشت. یعنی الان صبح ما تونستیم ساعت 6 بیدار شیم و اوکی بود همه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مثلا اولین بار میگم تو ویدیوها دیگه، خلاصه بفرستید. Lost to the cages, cages of chaos. I forgot. Somewhere it must be written. I just lost my accent. یه سری هم اونور سوار شدم. راه رفت که تصادف نکرده. ببینیم این دفعه اون رو هم در واقع. خب رسیدیم به گرند سنترال مارکت، یه بازارچه محلیه. ساعت 8 صبح باز کرده. میریم ببینیم که چه مغازه هایی داره. مغازه داره مکزیکیه. بانالش رو دارن دونات درست میکنن.
مشتری بیرونه ولی انگار توه. الان توه. آره. اینجا اومدیم صبحونه بگیریم. هستی داره سفارش میده. غذاهای خوشمزه هم داره آماده میشه. خیلی جذابه. اکثرا فکر کنم مکزیکن. این دوتا با هم شد $28. ما از مترو پیاده شدیم. اینجا در واقع آخرین ایستگاه خط ایه و اسمش هم سانتا مونیکاست. داریم میریم ساحل سانتا مونیکا. متروهاشون خیلی ترتمیز و خلوت و خوبه. اصلا دلیل اینکه میگن مترو سوار نشیم هم چیه؟ حداقل واسه ما پیش نیومده تا حالا همه چیز خوب پیش رفته. ولی این 3-4 باری که ما سوار شدیم این مسیر خیلی طولانی هم بود. الان مثلا مسیر آخری که اونیم 1 ساعت تو مترو بودیم. قیمتی خیلی فرق میکنه دیگه. ما هر دفعه که سوار مترو میشیم $1.70 آره و 75 $2 دلار. هم میتونی هر چقدر که بخوای جابجا بشی با همین بلیط. آره یعنی خط تا عوض کنی هم یعنی خط مترو رو عوض کنی زیر 2 ساعت باشه از اون لحظه که شما بلیط رو خریدی نیاز به خرید دوباره بلیط نداره. ماشیناشون خیلی بزرگه. نگاه کنید واقعا آرامشی که توی تصویر هست هیچی نیست. در عین شلوغی دیگه عالم آدم از خرید سکوت جالبی برقرار داره. دریا که در عکس و تصویر دیده میشه. آره لذت میبره. خیلی خوشگله. اوه اون بر رقصیدیم تو رسنگه سرما دیگه فردا چرا فردا برنامه ورزشگاهی. این هم از چرخ و فلک معروف سانتا مونیکا. بچه ما رسیدیم ساحل. یه توضیح می‌خواستم در مورد این علامت سانتا مونیکا کم پیش بدم. یه جاده خیلی معروفه توی آمریکا که از شیکاگو تا ساحل سانتا مونیکا کشیده شده و از 8 ایالت عبور میکنه و طول جاده 3940 کیلومتر، تقریبا 4000 کیلومتر و به عنوان خیابون اصلی آمریکا یا مادر جاده ها شناخته میشه. در واقع آخر اون جاده است. بچه پایان زیبایی داره. بعد تمیزه. شما و این اقیانوس اطلس زیبا. What this move is. It's called the grand finale. There's only one person that can do this. His name is Tyler. What Tyler is about to do, he is going to run, he's going to jump and flip over all of these guys. You guys are way too quiet. If y'all want to see this on the count of 3, everybody make noise. 1, 2, 3! Not to us. But at the end of the day, you are the ones that are important. You guys.
Did you see how high he jumped? ماشین آتش نشانشون جالبه. اینجا قسمت پیاده روی. اینجور پول دارن ملت، رنگ مغازه‌شون رو با ماشین ست میکنن. برو از مغازه دوچرخه سواران رو میبینید که بورلی چی رودو درایو. ببخشید همزی میرم پایین. اوه این الان میخوره زمین ها. این الان میخوره زمین. گنگستر بیم. آره برشتون بذار از این بیلبیلمون ما لذت ببریم. قوطی هیلی بیبر رو باید امتحان میکردیم، مجبور چوسی ولی خوشمزه است. خوشمزه است. اینجا اسمش گروبه، یه مرکز خرید روبان. حمید توضیح بده به ما اینجا دافای خوب. دافای خوست. اسمش از گروو یه مالی است که واکین استریت داره وسط نزدیک بورلی هیلز. مردم میان اینجا یکشنبه فود کورت خیلی خوبی داره، خریدم هست. اینجا واکاف فیمه، ستاره های دنیا رو میبینیم. دنبال ستاره اندی مدنیان میگردیم، تنها ایرانی که اسمش اینجا حک شده. بروسلی، جناب آقای بروسلی. اینجا بولوار هالیووده که در واقع دو طرفش ستاره ها هسته، پر از غذاهای خیابونیه. اومدیم یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای خرید مواد غذایی خونه. گفتیم قیمت‌ها رو ببینیم. همه چیز تو سایز خیلی بزرگه، بستنی مرغ سوخاری هم داره. آره ندیده بودیم تا حالا. جالبه. سایز همه خیلی شیراش این اصلا این سایز توی اروپا یا حداقل آلمان که اصلا نیست. ولی اینجا خیلی یه عالم مثلا شیرکاکائو تا ابد شیرکاکائو تمام نمیشه. قیمت ها کلا نسبت به آلمان گرونتره و اون چیزی که می نویسن مالیات میاد روش، ولی توی آلمان قیمت تموم شده رو می نویسن. خب ما داریم میریم هالیوود ساین رو ببینیم. چقدر خوشگله. محافظای بانو تیلور بودن. داریم میریم سمت خونه سابق جاستین بیبر